اشتباهات رایج تریدرها. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطوری که گفتم توی این کلیپ قراره در مورد اشتباهات رایج تریدرها صحبت کنیم. اولین مورد نداشتن استراتژی و پلن معاملاتیه. شما برای اینکه بتونید یک تریدر سودده باشید باید یک یا چندین استراتژی معاملاتی داشته باشید که قبلا از این استراتژی ها بک تست گرفته باشید. مورد دوم نداشتن مدیریت سرمایه است. شما برای اینکه بتونید یک تریدر خوب و حرفه‌ای بشید باید بتونید مدیریت کنید و سرمایه‌تون رو طبق یک چارچوبی وارد معاملات کنید. به طور مثال اگر شما $1000 دارید میان یک برنامه می‌نویسید که من داخل هر معامله‌ای بیشتر از $100 رو وارد نمی‌کنم و استاپ لاس من باید مثلا 2% باشه. مورد بعدی نداشتن احساسات و هیجانات نابجاست. شما اگر بر اساس هیجانات و احساساتتون پیش برید مدیریت سرمایه و استراتژیتون رو رعایت نمی کنید و همین باعث میشه که ضرر کنید و به مرور زمان اکانتتون کوچیک و کوچیکتر بشه. مورد بعدی باید شما بتونید معاملات روزانه‌تون رو چه سودده بودن چه ضررده بنویسید و علت سود و زیانهاتون رو داخل اون دفترچه یادداشت کنید. مورد آخر که یکی از مهمترین موارده باید شما هر روز مطالعه کنید و خودتون رو آپدیت کنید چون بازار به شدت هوشمند و در حال پیشرفته. اگر این کلیپ رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و اگر موردی هست برام کامنت کنید. اگر هم دوست دارید کلیپ های بیشتری رو ببینید لطفاً سابسکرایب فراموش نشه. شبتون بخیر.